السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که میگوید مرد گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این بیماری هایی که به ما میرسد برای ما در وضع چه خواهد بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کفارت گناهتان هستند. ابی ابن کعب گفته است ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و گرچند شدت آن بیماری ها کم هم باشند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند و گرچند خار هم باشد یا دردناکتر از آن. راوی میگوید پس ابی رضی الله عنه برای خود دعا کرد که هرگز تا دم مرگ درد و علم تا دم مرگ از او جدا نشود و او را از حج و عمره و جهاد در راه خدا، نمازهای 5 گانه در جماعت محرومش نماید. هر کسی دستش به دست او میرسید شدت گرمی شوی را حس میکرد و این حالت تا دم مرگش با ابی رضی الله عنه باقی ماند. برادران عزیز، در حق ما دعاگو باشید تا که الله علم ما را زیاد کند. این قصه در کتاب بیهقی، نسائی، حکیم و در چندین کتاب ها آمده است.